خوب برادری بودی، دست به گردن یکدیگر. عمار یاسر دست به گردن آقا امیرالمؤمنین مولای متقیان هم دست به گردن عمار یاسر. ساعتی گریه کردند و بعد هم به اجازه حضرت روانه میدان و بالاخره به درجه رفیعه شهادت نائل آمد که باید عرض کنم همین مقدار کفایت می کند که چه مقام و منزلتی داشت نزد حجت خدا و امام زمانش که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از شهادت عمار یاسر اون ابیاتی که نسبت به آقا دادند الا ایها الموت الذی لست تارکی ارحنی فقد افنیت کل خلیلی اراک بصیرا بالذین احبهم لعلک تدنو نحوهم بدلیلی. بگذرم به عرائزم خاتمه دهم. ایام مصیبت و عزاداری عزیز بیبی دو عالم فاطمه زهرا عظم الله الان درست شد. و اجریت دمع العین بالوجنات اگر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از شهادت عمار یاسر طلب مرگ نمود، فرمود ای مرگی که تمام دوستان و یاران مرا یکی پس از دیگری گرفتی، بیا مران دیگر را. فرزندش امام حسین سلام الله علیه هم در مسیر راه بعد از مسلمان لقد صار الى روح الله و ریحانه و جنته و روانه اما انه قد قضى ما عليه و بقي ما علينا. ثم انشا يقول فإن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل. وإن تكن العبد أمر الموت أنشأت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة سعي المرء في الرزق أجمل. وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. ثم نظر عليه السلام إلى بني عقيل وقال ما ترون لقد قتل مسلم. یتیمان مسلم معلوم شود که اینها در خدمت آقا سید الشهدا همسفر حضرت بعد از اون جملاتی که عرض شد فرمودن رو کردن به بازماندگان مسلم بن عقیل. فرمودن پدر شما کشته شد، حالا نظر شما چه می باشد؟ ما قالوا والله لا نرجع حتى نصيب ثارنا او نذوق ماذا. که خدا قسم بر نمیگردیم تا انتقام خون پدرمون را بگیریم یا اون که ما همه
کشته شوی. فنظر علیه السلام الینا الی اصحابه و قال لا خیر فی العیش بعدها. خیلی در زندگانی دنیا بعد از شهادت اینا. ثم قام علیه السلام من مجلسه و دخل الخیمه. وارد برخاست از جا، روانه خیمه بانوان و زنان شد. یکی از فرزندان مسلم، دختری به نام حمیده، اون هم در کاروان حسینی و نزد بانوان. آجرکم الله فقرب البنت من مجلس. بازمانده مسلم را نزدیک خود قرار داد و نسبت به این یتیمه آقا لطف و مهربانی. فحست البنت بالشر لأن الحسين قد مسح على رأسها و ناصیتها. دست نوازش به سر و صورت این یتیمه کشیده بود که احساس کرد. عرض داد سیدی تصنع بی ما تصنع بالایتام. به بچه های پدر از دست داده چنین رفتاری میکنن که شما با من انجام دادید. اظن انه قد استشهد والدی. فبكى الحسين عليه السلام وقال انا ابوك وبناتي اخواتك. ناراحت نباش، غصه نخور. اگر پدر از دست داده ای، من به جای پدرم می باشم. دختران من خواهران تو. یا ابا عبدالله فسمع اولاد مسلم فجعلوا ینادون و مسلمان و بقیه بازماندگان مسلم، یتیمان مسلم. ما من ذنبه. کسی که نسبت به بقیه عمرش در این چند روزه باقی مونده از عمرش خوبی کند و به اصطلاح کار نیکی انجام بده، عمل به وظیفه، ادای واجبات، ترک محرمات، خود این سبب می شود که نسبت به گذشتهش محافظه نشید. مگر نه این است که این الحسنات یذهبن السیئات. خدایا همه ماها را از خواب غفلت بیدار بفرما. کسی که واقعا شانس آورد و عاقبت به خیر گردید، حر بن یزید ریاحی رضوان الله تعالی علیه بود که ببینید این کسی که اول اونچنانی حاضر شد بیاید نگذارد امام حسین علیه السلام به مدینه بلکه دست از آقا برداشت تا وارد سرزمین کربلا شدن. این شخص با اون تصمیمی که گرفته بود، اما بعد روز عاشورا تصمیمش عوض شد. اون چه که در نظر گرفته بود بالاخره عوض شد. لما رأى الحر ان القوم قد صمموا على قتال الحسين و سمع صيحة الحسين سلام الله عليه يقول اما مغيث يغيثنا اما من ذاب يذب عن حرم رسول الله. وقتی ناله عزیز زهرا امام حسین را شنید که دارد طلب یاری، طلب فریاد رسی می کند، رو کرد به عمر سعد لعنت الله علیه
التفت إلى عمر بن سعد وقال أي عمر أمقاتل أنت هذا الرجل؟ آیا بنا داری با این آقا جنگ کنی؟ قال ای والله. ببینید عبارتم و رضالت تا چه حدی که برای رسیدن به ملک ری اون هم فقط یک وعده بیشتر نبود. خود امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا به این معلوم فرمودند که تقتلنی و تزعم ان الدعی ابن الدعی یولیک الری و الجرجان فوالله لا تتهنأ بعدی بدنیا ولا آخره ولا تفرح بدنیا ولا آخره. بعد از من به خدا قسم نه در دنیا و نه در آخرت، نه دنیا برای تو گوارا خواهد بود و نه آخرت. توجه دارید؟ اون وقت قسم خورید مردم ای والله قتالا ایسره ان تطرح ان تطیح الرؤوس ان تطرح الرؤوس و تطیح الایدی. به خدا قسم اون چنان جنگ کنم که آسانترین سخترین مطلبی که رخ دهد سرها و دستها از بدن جدا شود. تا این جمله را از اون مرحوم شنید فوقف موقفا من الناس، از اون لشکر و گروه کناره گرفت و کان معه رجل من قومه یقال له قرة بن قیس. از اون دسته و جماعت کناره گرفت یکی از کسانی که در نزد حر همسفر و از بستگانش بود به نام قرة بن قیس. فرمود یا قرة هل سقیت فرسک الیوم؟ آیا به اسبت امروز آب داده یا نه؟ قال لا، گفت آب ندادم. قال فما تريد ان تسقیه؟ آیا نمیخوای امروز به اسبت آب دهی؟ قال قرة فظننت انه يريد ان يتنحى القتال وكره ان اراه حين يصنع ذلك. این شخص میگه من گمان کردم که گویا میخواهد کناره گیری کند و جنگ نکند، ولی میخواست نحوهی جدا شود از لشکر که من متوجه نشوم. گفتم بله میخواهم اسبم را آب بدهم. فاعتزل من الناس، عن الناس، رفت کناری. بعد دارد که شخص دیگری به نام مهاجر فقال له المهاجر ما تريد یا ابنی یا حر اتريد ان تحمل؟ اراده چه کرده ای؟ آیا اراده حمله کردن را نموده ای؟ فسکت فلم یکن. حر بن یزید رضوان الله علیه جواب مهاجر را نداد. فقال له المهاجر ان امرك لمريب والله ما رأيت منك مثل هذا اليوم موقفا كمثل هذا. مثل چنین روزی من از تو ندیدم. و اخذه مثل الافکن ای الرعد. مهاجر متوجه حر بن یزید ریاحی شد، یه حالت رعشه و لرزه و اضطرابی در او مشاهده نمود. گفت فما هذا الذی اراه؟ این چه حال و وضعیتیست که من از تو میبینم؟ فقال انی والله اخیر نفسی بین الجنة والنار. به خدا قسم من جانم را بین آتش و جهنم میبینم. فوالله
لا أختار على الجنة شيئا وإن قطعت وأحرق لخدا قسم اگر بدنم را قطع کنم سپس بدنم را بسوزانم من چیزی را بر بهش مقدر نمی‌دارم فوالله لا أختار على الجنة شيئا وإن قطعت وأحرق آجركم الله وجعل ينمو من الحسين قليلا قليلا دیدم حر ابن یزید ریاحی ای داره اندک اندک به لشکر امام حسین به سپاه حضرت نزدیک می شود و یدهو علی رأسه دست را هم بر سر نهاده ابتداء با خدای خود را دنیا اللهم الیک انبت خدایا من به سوی تو بازگشتم اللهم الیک انبت فتب علی فقد ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک این جمله را با خدای خود گفت و خود را به امام حسین رساند آمد خدمت حضرت و زینت کردن از اسب پیاده شد صورت را روی خاک نهاد آقا فرمودند فقال ارفع رأسک من انت سر را بالا بیار که میباشی خجالت زده شرمنده چه کنم رفع رأسه قال سيدي أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك بالطريق وجعجعت بك في هذا المكان وأنا تائب إلى الله هل لي من توبة آقا جان عباد لله من همان کسی هستم که مانع شما از بازگشتن به مدینه جدت شدم دست از شما بر نداشتم و شما را به این محل و مکان رساندم اگر چنانچه می‌دانستم این مردم این چنین با شما رفتار میکنن از همون اول من راه را حالا غرض توبه میکنم پشیمانم هلی من توبه فقال علیه السلام نعم ان تبت تاب الله علیک بله اگر توبه کنی خدا توبت را قبول میکنه یک جمله دیگری هم عرض کرد و رد به طرف عرض کرد سیدی انا اول من اولین کسی بودم که مانع شما شدم از برگشتن حالا دلم میخواد اول و قتیل بین یده اولین کسی باشم که در راه شما در برابر شما کشته شده باشم فرمودن انزل پیاده شد فقال رحمه الله انا لك فارسا خیر من ان اكون لك راجلا من سوار جنگ کنم بهتر می باشد برای شما تا اینکه راجل و پیاده اقاتلهم على فرسی هذا الساعه ثم الى النزول الى ما يصير آخرا در از اجازه میدان گرفت به او اجازه دادن رفت به طرف میدان خود را معرفی نمود فانشا یقول فبرز وهو یقول انی انا الحر وما والضيف انی انا الحر وما والضيف
بأرض الخيف أضربكم ولا أرى من خيف فجعل يقاتلهم حتى قتل جماعة كثيرة وعلى ما روي قتل نيفا 40 رجلا بیش از 40 نفر از آن بی‌حیا مردم را به درک رسانید. آجرکم الله الی ان قتل فاحتمله الاصحاب تا اون که آخر الامر به درجه رفیعه شهادت نائل آمد. اصحاب یاران حضرت بدن حر را برداشتند فجاءوا به حتی وضعوه بین یدی ابی عبدالله جنازه را آوردن مقابل آقا آدم و بهی رمقون و حسب نقلی و بیشحب من دمه یا خون از بدنش جاری بود هنوز یه مختصر روح در بدنش باقی فجلس الحسین علیه فجعل الحسین علیه السلام یمسح الدم عن وجهه. آقا نشستن با دست نازنین خود خونهای صورت حر را پاک می کرده و می فرمودن انت الخور کما سمتک امو انت الحر فی الدنیا و الاخره. ندارد راجع به مصیبت شهیدی امام حسین علیه السلام اشعاری خوانده باشد یا خوانده ولی درباره حر بن یزید نوعا ارباب مکاتب نوشتند که بعد از اون که اون جمله را به این شهید بخوندن تا کتاب نمون انت الحر فی الدنیا و الاخره ثم انشأ یقول لنعم الحر اذ نادى لنعم الحر حر بني رياح صبور عند مختلف الرماح لنعم الحر اذ نادى حسينا فجاد بنفسه عند الصباح او عند الصیاح. ولی میخوام عرض کنم یا ابا عبدالله ساعتی پیش از شهادتتان این چنین شهدا را میآوردند مقابل شما میگذاردند یا خودتان قدم رنجه میفرمودید بالین سر آنها حاضر میشدید ولی نمیدانم وقتی نوبت به خود شما رسید دشمن خود شما را شهید آیا کسی بود بیاید این خونها را از چهره مبارکت پاک کند؟ نه والله، بلکه بعد از اون که آقا در اثر اون سنگی که به پیشانی حضرت دشمن زده بود و بعد از اون سنگ همون تیر سه‌شعبه‌ای که به قلب نازنینش دشمن زد و نتوانست اون تیر را از جلو بیرون آورد از پشت سر اون تیر را بیرون آورد فانبعث الدم کالمیزان. ولو نباید این مصیبت را خوانده باشم دیگه حالا به زبان مانند ناودان دیدم خون از بدن عزیز زهرا فاخذ الدم خون بدن نازنینش را میگرفت صورت و محاسن را به خون رنگین می و یقول هکذا اکون حتی انت الله و جدی و انا مخضب بدمی و اقول یا جدا قتلنی فلان و فلان بنفسی تریب الخد من دم نحره غدا
عجل في فرج ولي صاحب العصر والزمان أيد من أيد الدين واخذل من خذل الدين وفقنا ووفق المشتغلين للعلم والعمل الصالح واحفظ علماءنا الربانيين في مشارق الأرض ومغاربها وارحم الماضين منهم وتغمدهم برحمتك وإلى أرواحهم ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه. بچه شیرخوار مخصوصا وقتی گرسنه شود احتیاج به شیر پیدا کند چقدر بیتابی میکند، چقدر اضطراب میکند، چقدر علاقه به سینای مادر دارد. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه لا یبالی او وقع علی الموت ام الموت وقع. در درجه اول خدا آقا امیرالمومنین پیش از ایشان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد هم بی عالم ائمه اطهار و بعد از ائمه در درجه بعد اصحاب اونها ولا سیما اصحاب امام حسین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین که نمونه های زیادی حالا من اگر خواستم چون هم بنای اطاله سخن نیست مجلس بعدم باید بروم و حالا روی جهات عدیده‌ای اکتفا میکنیم و از شما برداریم، شما را رها کنیم، برگردیم به خانه و اعمال لنبقا بعدک، برای اون که بعد از شما باقی باشیم، زنده باشیم. لا ارانا الله ذلک ابدا، خدا چنین روزی را به ما نشان ندهد، خدا نخواسته باشد روزی بعد از شما ما زنده بمانیم. اون وقت دارد بلعهم بذلک القوم العباس بن علی بن ابی طالب و افراد دیگر که نمونه از اونها زهیر بن القیم رضوان الله علیه، کسی که اول عثمانی مسلک بود ولی بعد علوی مسلک شد. لحظاتی نگذشت خدمت امام حسین علیه السلام رسید. این کسی که در مسیر راه هر جایی که امام حسین پیاده می شدن به اصطلاح خیمه اونجا برپا می داشتن، اون وقت زهیر رو همسفرانش اونها کناره می گرفتن جای دیگری که دورتر باشن از امام حسین. رسیدن در محل و جایگاهی که دیگه چاره‌ای نبود، اون نزدیک خیمه امام حسین اونها خیمه را نقض کردن. اون وقت دارد که قاصد امام حسین رسول حضرت آمد نزد زهیر بن القیم و عرضه داشت که آقایم تو را خواسته است. و اینا مشغول غذا خوردن بودن
پیام حضرت به زهیر رسید، اونایی که نزد زهیر بودن گفتن که ان علی رؤوسنا الطیر، به دیگر یارای صحبت کردن و صحبت نمودن را و غذا خوردن را نداشتیم. و از بر میخیزد میرود نزد امام حسین سلام الله علیه و طولی نمیکشد برمیگردد و دستور میدهد خیمه‌اش را اونجایی که نصب کرده بودن برکنن و بیاورند نزد خیمه امام حسین، اونجا نصب می‌کند. این شخص در شب عاشورا به امام حسین عرض کرد والله یا ابن رسول الله لوددت انی قتلت ثم نشرت مرة. من دوست دارم که خدای متعال 1000 مرتبه کشته شود، دوباره مرا برگردانید، 2 مرتبه روح بدن من برگردد، باز شما را یاری کنم با خدای متعال این قتل را و این ستمی که اینها نسبت به شما دارند از شما دارم. لوددت انی قتلت ثم نشرت مرة وقد دفع الله عنك و عن هؤلاء. این یه نمونه و نمونه‌های دیگر. یه نمونه دیگر هم بگم از همه التماس دعا. غلام ابوذر غفاری جان عبد ابوذر رضوان الله تعالی علیه روز عاشورا آمد خدمت امام حسین سلام الله علیه. حضرت اتفاقاً به او هم فرمودن انت فی اذن منی فلا تبتل بطریقنا، تو معلومی من به تو اذن دارم که از نزد من بروی، از کربلا برگردی بری سراغ نریحی لنت او لمنتن و این حسبی لنعیم و این لونی لاسود. هم بویم بوی بدیست و هم حسب نعیم و پستیست و هم چهرم سیاه، یک عبد سیاه روی بیش نیستم. فتنفس علیه بالجنه. آقا جان یا ابا عبدالله، امید من این است که مرا مورد لطف و عنایت خود قرار راجع به بعضی از این شهدا خود امام حسین می رفتن کنار بدنش، کنار کشتش حاضر می شدن. راوی می گوید اقبل الیه الحسین، آقا خودشون رفتن به طرف این جوان و این غلام و این عبد سیاه، فرمود عرضه داشت اللهم بید وجهه. کنار کشته این بدن رو به طرف آسمان دعا کرد در حق این شهید بخون. آغشت اللهم بید وجهه و طیب ریحه و احشره مع الابرار و اجمع بینه و بین محمد و آل محمد. جانوان به قربانت نصر ابن بنت نبیهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية قد جاوروها هنا بقبورهم وقصورهم يوم الجزاء متحاضية. یه جمله نظرم آمد اینم بگم از همه التماس دعا بعد از اون که همه جوانان، همه یاران آخر الامر پیش از آقا شربت شهادت نوشیده و شهید شدن و حضرت نگاهی به سمت راست و چپ خود نمود، همه را روی زمین مانند گلهای پرپر شده مشاهده نمود. همه را صدا زد، اولین کسی را که صدا زد غریب کوفه یا مسلم ابن عقیل.
دیگر نتوانیم راجع به حضرت مسلم چند جمله عرض. سیدی یا مسلم ابن عقیل سقط دما یا ابن عم الحسین مدامع شیعتك الصافحة ولا برحت عاطلات العيون تحييك غادية رايحة سيدي لأنك لم تروى من شربتك ثناياك فيها غدت طائحة رموك من القصر ووثقوك خیلی مصیبت بزرگ و عظیمی است. میدانید چه نحوه‌ای سر از بدن غریب توپ دشمن جدا نمود. بعد از اون که اون شمشیر و سلاح را از دستش گرفتن که پایش را از پشت بستن، به این کیفیت را وارد مقابل ابن زیاد بودن. اون بعد از اون جسارت‌هایی که اون ملعون به امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین دارد که جعل اللعین یشتم علی و الحسن و الحسین، که مسلم ابن عقیل فرمود انت احق بالشتم، تو سزاوارتر از این دشنامه ها می باشی تا امیرالمؤمنین و حسنین علیه السلام. و از دستور داد که او را ببرید بالای بام دار با کتف‌های بسته، آقا را بردن بالای دار الاماره. اونجا دارد توجه نحو المدینه، رو به طرف مدینه و سمت مدینه و غرض متوجه پسر عمش ابا عبدالله الحسین. اونجا نوشته سلام عرض کرد فسلم علی الحسین ای قال السلام علیک یا ابا عبدالله. در اون آخرین لحظاتش به پسر عمش سلام عرض نمود. خود امام حسین هم در روز عاشورا نام مسلم را برد، صدا زد یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه و یا زهیر ابن القین الی ان قال و یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا مالی